من ریدم توی تعطیلات. چه شده که داره میگربه دوباره؟ نگاه بعد پس گریه رفت. خاک تو سر بیورزت بکنن که بچه 3 ساله تو باید کتک بخوری. 100 دفعه گفتن هر کی زده تو بیشتر بزنش. چیکارش داشتی زنمو؟ اشرف جون چرا جف میدی؟ بچه‌م می‌خواست یکی از چیپسای بچه‌تو برداره، اونم که نخورده است. هولش داد، بچه بیچاره 3 ساله افتاد زمین. چی؟ بچه منی میگی نخورده؟ ماشاءالله مگه من و بچه‌م قیافمون مشخصه چقدر خوردیم. یه چیپسی باسو بده دست ترینسکت که بره یه چیپسی ملت نکشه. پارسا بودو جر دادی حجت بزن بگو بیا بری خونه. یعنی نشد تعطیلات. مردم اومدن اینجا فقط جگرخوریش بره باید. اینقدر که تلاش میکنی لهجت قاهم بکنی، یه تلاشی هم بگو بچت تربیت بکن. والا درو رفته تهرو بای خودش گم کرده زیفه. یه جوری میگی تعطیلات انگار ما 14 روزش خونه تو بودیم. ما که همش خونه مامان جون بودیم. رنگ خونت هم ندیدیم. تو یه زرت و زرت به بهونه بچت بلند میشی میای اینجا. وای بابا چه مرگتونه خونه گذاشتی رو سرتون. یه باشی بچه دل دونه گنای دارین همشون یک گویی هستن. خود ضعیف تو میبینی داریم میای اینجا و توی خونه و چند تا بچه دیگه هست، چند تا چپس دیگه هم بسکوت دیگه هم یارتی بیاوردی که جر نشه. درد بلای زن رحیم بخوره تو سرتون. ای دختر افتاده، ای دختر متی 100 تا چیش میگن متاق نمیده. همین شما دوتا بی بوتو هستین که فقط جرتونه. پارسا بودو جره باهات بزن بیای بری گفشی بری خورهاتون. چتونه آموننم سرش درد گره.